روش گره زدن پرده به شیوه در واقع میشه گفتش که خیلی ساده و قابل فهم. اول اگر که به اصطلاح بخواید یک نقطه به اصطلاح پرده رو عوض بکنید، سیما رو اول یک چیزی زیرش قرار میدید، یک جعبه کبریت که بیاد بالاتر و پرده های قبل از اونم یه مقدار میدید بالا که اون محلی که میخواد پرده ببندید به اصطلاح در دسترس بشه. اون مقدار نخ پرده هم که میخواد به اندازه دلخواه میبرید. بعد به اصطلاح نخ پرده رو از یک دستمال که خیسه رد میکنید که یه مقدار نمدار بشه که موقع گره زدن راحت تر بتونید گره بزنید. خب حالا شروع میکنیم به گره زدن. به این صورت نخ قشنگ میاد روی نخ قبلی. دور بعدی به همین صورت. خب وقتی که اون به اصطلاح پرده ها یا 3 دورن یا 4 دورن، وقتی که اون دور مناسب دور دست به اصطلاح چرخید نخ، حالا این نخ رو از این طرف رد میکنیم و یه مقدار میکشیم پایین، دوباره رد میکنیم و از داخل در واقع گره رد میکنیم، گره رو میاریم پایین، یه مقدار سفتش میکنیم و این یک نخی رو که قبلا از زیر همه رد شده میاریم و میکشیم و گره ما تموم شد. اضافه پرده رو وقتی که پرده رو پایین کشیدید در اون محله که مد نظره، مثلا اینجا سفت شد، اضافه نخ رو با یک ناخنگیر